یه دختری که 30 خورده ای 40 سالش شده و کلی رابطه های بد تو زندگیش تجربه کرده، حالا بعد از اون همه آسیب روحی که خواسته و ناخواسته دیده، روانش از هم پاشیده، کلی از اعتمادش سوء استفاده شده یا آسیب های دیگه ای که حتی فکرش هم نمی کرد باعث شده امروز پر از درد و رنج باشه وجودش، یهو میبینی که با یه آدمی مواجه میشه که قصد ازدواج داره باهاش و آدم کاملا مناسب و ایدئالیه. بهترین کیسی که میشد پیدا بشه رو پیدا کرده و اومده سراغش. اما اون دختر دقیقا همین الانی که یه آدم درست سر راهش قرار گرفته، میبینی که دچار تردید میشه، میترسه، نمیتونه انتخاب بکنه. به وضوح مشخصه که این مرد ایدئالیه که میتونه اونو خوشبخت بکنه، اما اون دختر دچار تردید میشه و اطرافیان شروع میکنن به شماتتش که تو چرا انتخاب نمیکنی؟ چرا قبول نمیکنی؟ میدونین چرا قبول نمیکنه؟ میدونین چرا بعد از مدت‌های طولانی ارتباط با آدم‌های بد وقتی یه آدم مناسب میبینید دچار تردید میشید؟ اولین دلیلش اینه که شما میترسید خوشبخت بشید. میدونید که این آدم شماست، همه جوره حتی به دلتون هم ممکنه بشینه، اما ترس دارید از آدم خوب. نه به خاطر خوب بودن اون آدم، به خاطر این که اگر شما خوشبخت بشید یعنی چی؟ فرض کن یه ازدواج خوب داشته باشی تو سن 30 خورده ای سالگی و اون آدم تو رو خوشبخت بکنه، تو 40 سالگیت خوشبختت بکنه. نه اینکه بگیم اون آدم قراره خوشبختت کنه، تو احساس خوشبختی و رضایت داشته باشی تو رابطه با یه آدم سالم. این یه معنی دردناک در پشتش وجود داره، اونم اینه که اون آدمه میتونسته منو خوشبخت بکنه، چرا من انقدر دیر پیداش کردم؟ یعنی من این همه سال حسرت اون همه سالهایی که این خوشبختی و اون رضایت رو نداشتم و باید تجربه کنم. پذیرفتن این خواستگار یا این مرد مناسب به معنی حسرت خوردن برای سالهای از دست رفته است. خیلی از آدما خوشبختی رو میخوان ولی نمیتونن قبولش کنن چون دارن دیر به دست میارن. واسه همین خیلی مهمه که اگه تو هر سنی هستی و فکر میکنی آدمهای مناسب کنارت نیستن، با آدم بدی تو رابطه هستی، صرف اینی که حوصله نداری بگردی یه آدم خوب پیدا بکنی، نباید اون رابطه رو ادامه بدی، چون ادامه دادن اون رابطه های بد حتی شانس خوشبخت شدن در آینده رو ازت میگیره. حتی اگر این آدم بره به هر دلیلی بتونه رهاش بکنی و تموم بشه این رابطه، باز هم تو خوشبختی مسلم و حاضر نیستی بپذیری، به خاطر اینی که نمیتونی اون عمری رو که از دست دادی باهاش کنار بیایی. واسه همین تو سن بالا وقتی یه آدم خوب بالاخره به خاطر شانس و خود همین یه عالمه حرف داره، من بعداً راجع به اینی که چرا باید منتظر شانس بشینیم صحبت میکنم باهاتون، ولی اگه تو سن بالا حتی اون آدم از روی شانس هم بیاد سراغت، تا تو پذیرفتنش خیلی درد سر باید بکشی. اون خوشبختی واقعی که جلوی چشمته رو نمیتونی تحمل کنی چون یاد حسرت اون همه عمری که این خوشبختی رو میتونستی داشته باشی و نداشتی رو باید تحمل کنی. اما من اینو از جانب خانوم گفتم، برای مردها هم همینه. همه چیز دو طرف است. زیاد فکر نکنید که آره دخترها باید منتظر، نه، مردا هم همینه. هر دو جنس دارن آسیب میبینن به خاطر اینکه آدم‌های مناسب رو پیدا نمی‌کنن، حوصله ندارن بگردن، نمیخوام وقت بذارن براش، برای یه دونه کاپشن وقت میذاره ولی برای ارتباطش وقت نمیذاره. اگر یه روزی در اثر تصادف آدم خوب رو پیدا بکنه انتخابش نمیکنه. حالا اینو توی فضای مجازی میگن پسرایی نمیدونم بدجنس بهترن، دخترای فلان بهترن. نه، تو تحمل خوشبختی رو نداری چون عادت کردی به رنج کشیدن کنار یه آدم دیگه. در نهایت من علی غفوریم ولی تو ممکنه دیگه هیچ وقت منو نبینی، مگه اینکه همین الان صفحه رو سابسکرایب کنی.